سالهای آخر تعداد طبیبان توجیک که با دلیل حقمزد پایین و شرایط سنگین کاری وطن خود را ترک میکنند هرچه بیشتر میشود. کارشناسان میگویند بخش تندرستی و اصلاحات گسترده نیاز دارد. جمال الدین عبداللهزاده وزیر تندرستی تاجیکستان گفت تنها در دوام 6 ماه سال جاری 674 طبیب و 1350 همشیره شفقت از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفتند. به گفته عبداللهزاده کشورهای دیگر پیش از همه دولت‌های همسایه برای کارمندان ساحه طب برنامه‌های مخصوص و امتیازها پیش بینی می‌کنند و این به نظر او سبب اصلی از کشور رفتن طبیبان می‌شود. به گفته وزیر تاجیکستان اولو هم به 3024 طبیب و 1701 همشیره طب نیاز دارد. بیشتر طبیبان اویلوی، انستزیولوگ، ریانیماتولوگ ها، پدیاترها نمی‌رسند. به گفته طبیبان سبب اصلی از کار رفتن پزشکان توجیک کم بودن معاش است. با چنین معاش نوچی زندگی کردن خیلی مشکل است. به این دلیل اکثر طبیبان مجبور می شوند از بیماران پول بستانند. شخصی که قدر و منزلت خود را می داند نمی تواند دور و دراز همچون گدا زندگی کند. گفته است یک همصحبت خبر آزیا عبدالله دولتوف پزشک توجیک مقیم مسکو به خبر آزیا گفت سالهای آخر باری هم شاهد کاربرد نوآوری‌های مجموعی در بخش تندرستی تاجیکستان نشده است. دولتوف میگوید درست است که در کشور بیمارستان‌های خصوصی و خارجی پیدا شدند، اما دیگرگونی‌های کلی در ساحه از آماده کردن متخصصان سر کرده تا با کار تامین نمودن آنها، از معیارهای نو مزد کار سر کرده تا راه‌های نو به سوی جلب نمودن سرمایه به نظر نمی‌رسد. البته با سازی ساحه کار خیلی دشوار است و هر کسی که به این کار دست میزند البته زیر تنقید مردم، حکومت و رسانه‌ها قرار میگیرد، ولی بعد 4 یا 5 سال نتیجه دلخواه به دست میآید. به گفته او برای این کارمندان بخش طب با دانش معاصر و برنامه سازان لازمند و البته تصمیم قوی مقامات کشور لازم است. سوال به میان میآید آیا تاجیکستان اصلاحات ساحه را به یاری بیرونه انجام داده میتواند؟ جواب البته میتواند. خلاصه نمود دولتوف.